تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. خیال به موسیفه چونی نمود که سگ را مهری سگانه اش رو گرفت و یک دم جنباند. مسلمان میشی میگومه دنبال سگ علامت آشناییش. هرچند به مسلمان شدن سگی ملای زرد ایمان ندارم، خودی وی به شست در آمده نشده، پیری و خرتازی اسب خریده است. دلش هوای بوزکشی کرده است. میترسم که باز جسمی نیمجانی وی را مسلوخ گمان کرده به جای بوز نتازند. هی هی. وی شاشای دیوانه باب کرده است. پرسیده است که امکی معله سایت را هیچ در شب دیدی؟ معله گفته است که بچم، افتاب که شب نه، سایه از کجا باشد؟ شاشا جواب داده است که شب پیشی سیمچوبی فرمان مراد بیا و به سایت نگر. خواهی دانست که چقدر حیوانی بزرگی. سگ غریده از جا خیست. توبه کردم، دیگر نام معله را به زبان نمیگیرم، نامش از سرش ماند. زردک میگم و جانم خلاص. تو در 100 سال نخواهی دانست که کی را میگم خوش همین زردک. سگ باز غرید و قدم به پیش آمد. های کسی هست؟ سگ ناراضی ایرینجا زد و باز بدو پای اخی به زمین نشست. عجب خیره می نمایی گرگین، اینقدر این صاحبت را دوست می داشته ای، خب وی را جانداری کرده شین بود. پیش من مثلی خاری دوزه به من چسبیده است، گویا خونی مادری زارش به گردنم بار باشد. توفو اک 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 که اک اکت از سرت ماند. هیچ انصاف داری یا نه؟ موی سفید از جای خیست. هیچ انصاف داری یا نه؟ مرم یخ کرده همین جا؟ شیرکی خول یک قدم به پیش ماند، سگ 2 قدم به قفا. توی صاحبت همین را میخواهید؟ بیا خورد در ران. موی سفید 2 قدم به پیش ماند، سگ دم را خواده کرد. اوه خیریت کسی ندید. بود گویم نبود گویم، یک مردی غلچه گویم یا نفچه گویم، ری سفید گویم یا موی سفید گویم، ترسو گویم یا جسور گویم، درده ما گویم یا درده همسایه زندگی میکرد. از سایه‌اش میترسید گویم مبالغه میشود، سایه از وی میترسید گویم اغراق میشود. پیری و خرتازی گویم یا خرتازی و پیری گویم، زنی پیرش مرد و زنی جوانتر گرفت. زنی بدقهر گویم یا مهربان گویم، خوشزبان گویم یا بددهان گویم، ماه صفت گویم یا البسط صورت گویم، بیفهم گویم یا هوشمند گویم. اگر بدقهر و بددهان و البسط صورت و بیفهم گویم، موی سفید وی را بلای جان گوید و طلاق دهد. قصه را تمام کنم. اگر مهربان، خوشزبان، ماه صفت گویم، موی سفید وی را مرهم جان گوید. پس قصه را دوام دهم. بگذار گفته شما شود. مرهم جان گفت شیرک خال به زنش از در آمده، اگر می دیدی که چی قصه با خالدار 40 در راه رخ داد، از خنده رودکن می شدی. در خودی نشیب گذری بالا سگی دیو صورتی عقاب چنگی ملعی زرد در افتاده است. اون بیچاره سگ نگزد گفته از ترس به زمین نشسته است و سگ هم 2-3 قدم دورتر سکه زده است.
خالدار چیلدروغ های زاره کرده است که پسم سرما زد، پایهایم رگ کشید، مثل مله جوانمرد را تاریخ یاد ندارد. تو که سگی همان شهباز باشی، سگ نه پلنگی بس خوش صورت و قشنگی، با انصاف و با آدابی، مرا نمی آزاری. اما سگ را پینکش خم نخورده است، از این خوشامدها و می غریده است. خلاصی کلام، امک شعر آنچه به سر خودش رفته بود به نام خالدار چیلدروغ بسته به همان آهنگی بالا حکایت کرد و بالاخره قصه را چنین جنبست نمود. بابای شادمان را خبر گرفتم و بیا گفتم راه دورتر باشد هم با همین نیشه گذری بالا روم. گویا کسی به دلم انداخت که آنجا یک بیچاره را از چنگ اون دیو صورت و بدخو توبه کردم و لکی نسخه سگانه ملای زرد خلاص میکنم. صورتی خال را چنان که گفتم دیدم و دو عصا به کاخ سری سگ ماندم. اکنون تا رمق از جان در تن دارد اون کلتک را فراموش نمی کند و دیگر به یگان انسان نزدیک نمی آید. مرهم جان چیزی نگفت، به هر حال روشاد به شوهرش چیزی نگفت، اما پیش خود خیر شب خواهم دید که تو چگونه مردی میدانی گویان پی کار خود شد. و اینجا راز نهفته بود، رازی که امک شعر میدانست و رحمتی زنش. شعر که خال از تاریکی آنقدر میترسید که شامرس هیچ جا نمی رفت، هر جا که باشد کوشش میکرد شامگاه در خانه باشد. شبها به قضای حاجت همراه رحمتی میبرآمد. سال ازای خواهرزادش هم خوابه بود. مرهم جان بیوه 40 ساله زود فهمید که تاریکی خاصیت ندارد. شخصی طاقه را تضییق می آرد، ایمان را می شکند. گویی ها شوهرش چی معنای نهفته دارند. از این رو همراه وی دیلو به دیلان می برآمد و علاج از این ثوابجویی ها رها یافتن را می جست. خیر گفت امکی شعر آن شب وقتی خواب هم شد. این همه شب چنین معنا داشت که وقتی با من بیرون برآمدنت رسید زند. اما مرهم جان گویا این رمزگویی را نمی فهمید. انیخترش به طریق دیگر فهمید که در تردد جاگه اندازی شد. موی سفید صبر کرد که وی جاگه گوست دارد، بعد 2-3 سرفه سخت کرد تا دقت زنش را به خود کشد. چنان تاریکی جوال را گیر و پر کن. زن گویا حیرت زده به شوهرش نگریست. با چی پر کنی؟ با همین تاریکی غلیظ. رب پرفشان کو بیرون مثل روز. این را گفته مرهم جان به جایگاه در آمد و دراز کشید. موی سفید وی بیرون نبرآمده علاج ندارد گویان خوب طاقت کرد. اما زنک پست پست به خراکشی آغازید. امکی شعر ناعلاج ماند، از جای خست آهسته در را کشاده بیرون برآمد. در دل کارگران برق را که فقط در سیمچوبی نزد خانه فرمانی مراد چراغ مانده اند دشنام داده تا به نصف خاطر رفت و غیرتی تا به حاجتخانه رسیدن نکرد. همانجا در مابین مرزه نشست و بعد آهنگی خستن که کرد 2 دست از کتفانش داشت. امکی شعر در جایش یخ بست. تمام ازیل گذران وی به دستی کدام شبره بیفتادم. قربانتان شوم، پیش پاتان مرم، رحم کنید که یک بنده بیچارم. شبره خاموش بود. امک شعر از این خاموشی وی به طریق خود رمز بود. های در جانتان صدقه، هر چی می خواهید گیرید و مرا رها کنید. دستی شب تا رفت گردی گلویش سخت‌تر خلقه می شد. عرق سرد از سر و روی شیرک خال می زهید، مثل برگ بیت می لرزید. گناه یک مؤمن مسلمان را گرفتن، خون ناحق ریختن را اندیشه کنید. هر چی دارم می دهمتان، باز خانه 2-3 ثروتمند را نشان می دهمتان. شبرف دیگر طاقت نکرد و قاه قاه خندید. خندش زنانه بود. امکی شعر سر برداشت و مرهم جان خود را دید. سرخ شد، سفید شد. های مودرازی عقل کوتاه، خوب زهر کف کردیه. پیش خود ان شوهری رحمتیت چگونه مرده است. باز ما وای چرا صحت مرد گویان مغزی سر آب می کردیم. قصه تمام گویم یا ناتمام گویم؟ اگر ناتمام گویم به بلا مونم، اگر تمام گویم
باید قصه نو بافم. مراد شما چیست؟ زمزمه های راه. من آفتاب هم برآمد. کم ترک بر وقت می برآمدم، دریاب نمی کرد. خیر، با استخوان‌های چینگک شده من فایده دارد. با استخوان‌های کمپیری میسه هم فایده داشت. اما وی نآمد. بیچاره دیگر قوتی راهگردی ندارد. باز این کمپیری ژاله عجب وقتی مردن یافت. در چله تابستان باز در دیولاخ. حاضر کی را میابی؟ یکی در درو، دیگر دشت فرآمد، تماکوکاری، سوم در مردکاری، چهارم کرتیشکه برد سوداگری. عجب زمانی شد. مرده نابهنگام بی صاحب میماند. اکنون از عزرائیل مولجر میپرسی که صبر کن. زمستان بیا، حال و تخم آدم پریشان. آدم مرد، بهاران مرد. یا در برف اولی زمستان، موی سفید من زمستان مرد. های، چنان مرده کرد که همه حسد بردن. برف تا گورستان پاینداز شد. سحر نبود برف. پس از نماز جنازه بریختن سر کرد. از گورستان نیز بالا نبارید. از در خانه‌مان تا سر قبر ریخت و بس. دلش سفید که بود، راه سیاه را پوشاند. دلی بابای شادمان نیز گویا سفید بود. اما روزی مرگش ژاله زد. هر یک ژاله مثل کدو. های دروغ هم به حد داشت. از مقرره کمی کلانتر که بود، به نظرمان مثل کدو نمود. بابای از آن سال گذشته کدو کارید. شهباز نیکنیت که بود، زمین و زمانه کدو گرفت. اگر همون فرمان مراد میکارید، تخم نیش هم نمیزد. رفت و نیش هم میزد، آتشک میزد. قدم نامبارک محمود را قدیما همین طور برای راست آمدن قافیه نگفتند. انا پیسر میانی بابای یزدان هم میگویند شعر مینویسد. حالا مردم شعر را مینویسند. بزرگان گذشته آن را میزاییدند. هر یک مثل چون کوهی شنابورز وز داشت و شاعر مثل پیغمبر قدر. موسفید رحمتی میگفت که چوبک میانم سوخت. بیچاره دردی کرمش را همین طور توصیف میکرد. از توصیف او مهره های استخوانم نالیش میکردم. پیر شدم. استخوانکم وگرنه این فراز نیم نشده تو به نالیش نمی در آمدی. اکنون من مجبورم دم گیرم. های یک کس بینه چی میگوید؟ کمپیر آسوده در نمی فراز از پامون. شما موری کمپیری آسوده را بینید و در ششکی فراز در مانه قند زنید. آدمای آخری وقت اسکلتی تپ تیار توبه کردم. خدایا، مردکای پیشین هر یکی کوه بود. همون شاپور رحمتی یک جاوی 200 کیلو را از در مگزین تا سری حوض برد و پشتش برداشته. این اسکلت های حاضره 10 نفرش هم اون چاوی روغن را برداشته نمی توانند. یا همون برادری شوهری رحمتی هم خال چی پهلوانه بود. اصل و اساطیرم نمی رود که وقتی گوشتینگیری به پایش خار خلید و رقیب رو با یک دستش داشته، با دست دیگر خود را از پایش کشیده پرتافت. بعد باز به حریف چسبید. عجب وقتی مردن یافت. میگویم این کمپیری ژاله چله زمستان از گپ ماند. گمون کردم که تمام و سلام. سفر میکند. گپ بین خودمان. تو 3 جوانمرد زمین سخت و باز کبود یخ بسته گویان به هر احتیاط گور هم کنده ماندن. وای جان سخت به گپ در آمد. باز چی طور در آمد؟ از همه پیش به دیولاخ بر آمد. انا بیا و در چله تابستان مر. حاضر کی را میابی؟ یکی در درو، دیگری دشت فرآمد، تماکوکاری. راستش را گویم همین تماکویش عجب نهال خنک کویه. من از نزدش گذرم نفس گردان میشوم. حلالشان باد اون مرد و زنی که در درونیم مرزه هایند. از روزی که این نهال بده آمد یگان بلبل دیگر بده نمی آید. پیشتر شامگاه و سحرگاه روی بام می نشستی و چهچه آنها را گوش کنان بار دلت را سبک می کردی. عمرت را دراز. حالا حتی زاغ از بالای مرزه های تماکو پرواز کرده نمی گذرد. پس از این پهلوان از کجا پیدا می شود؟ اگر شوهری رحمتی هم خدا جایش جنت کند از تیگی ده پیدا می شد، گرسی شرفی پایش را از خانه من می شنیدم.
هی هی هی، انگور از انگور رنگ و همسایه از همسایه پند میگیرد. من از همسایه خود خالدار چلرقچی آموختم. فقط همینش نمیرسد که قسم خورم اگر دروغ گویم سنگ شوم کلوخ شوم. توبه. و جنازه میروم و چون دخترچه ها پیش خود قرقر میخندم. یک کس بینه چی میگوید؟ مغز سری کمپیری آسوده آشفته شده است میگوید البته. دمت آمدگی بری نه؟ با اجازت تو خیزم هم میشوده؟ وای چوبکی میانم سوخت. گور این ردیکولیت شود. من پیر میشوم و وای نه. عجب نامهای غلطی دادن به این دردها. ردیکولیت، گریپ، مینینگیت. هی فراموش کردم. در زمانی ما درد هم کم بود و نامشم. غم هم کم بود. شبها روی بام جمع شدیم و بیتخانه و قصه گویی میکردیم. شب درو رو نمیگوید. گروه گروه درو میکردیم و سرود میخواندیم. هی بابای مهربان چون مد کشیده میخواند در چمن نمی کشیدم خرمن گل در گرفت. دلی ما در میگرفت. هیچ از خاطرم نمیرود چهره های آن وقتی درافگران آنقدر پاک و آنقدر مهربان می نمودند گویا آماده بودند خود را به آغوش همدیگر پرتایند، جانداری کنند و فداکاری. اگر سوره میشد تمام ده سور داشت، اگر سوگه میشد کل ده سوگ میگرفت. مردمی حاضره را نمیفهمی. برادر از دادر میرنجد که چرا گاوش علف مرزی مرا خورده است. پسر برای پدر میدود که چیزی دلخواهش را ناورده است. عروس خوشدامان را تعلیم میدهد. معلم از طلبه عذر میپرسد. آیا پیشتر هم همین طور بود و من به آن اهمیت نمیدادم؟ پیری استخوانم وگرنه من این قدر پرحرف و تو این قدر بیداشت نمی بودم. طاقت کن. فراز قریب تمام شد. بعد همواری کوریستان سری قدم می داریم و موی سفیدی مرا خبر می گیریم زیخ شدگیست اون بیچاره در آن گنبزی تنگ. انا امروز باز کمپیری ژاله می آید نزدش و هیچ همین کمپیری ژاله را خوش نداشت. خیر اکنون آشتی می شوند. و گذشته صلوات گفته هم قسمت کمپیری ژاله را من هم خوش نداشتم. از حد بدنفس بود رحمتی. گویا جاوید میزیسته باشد. تو را چی و دیولاخ برآمدن چی؟ خب تگیده خدا گو و شین بود. هی به من چی شده است؟ رحمتی را غیبت میکنم. این همه از روی گپ نشانی پیری. استخوانکم یا کمکی دیگر دم گیریم. نه بدادت نشو جانکم. راه نیم نشده است. انا کمپیری مایسه استخوانهایش را بدادت کرد. از پا ماند. بابای شیر هم همچنان. حالا کمپیری مایسه روی بام نشسته سیاهی مرا در این فراز دیده شکر میکردگیست که با من نآمد. ای سیاهی بلا میبیند وای چشماش خیره شدگی. باز در کالخاز رئیسی ناف ماندند. یک چشمه چی دانم یک چشمش بسته میگردد. رئیسی پارینه دو چشم داشت. هر یک مثل پیاله خواجگی را پیش برده نتوانیست. این با یک چشم چی میکرده باشد؟ گناه خودشان که با سیاست می آغازند و با حسرت می انجامند. تو رو کی باور کرده به اسب منصب شیناندند. بیهوده و بهوده مهمیز نزن. به آب کنده افتادنت ممکن. کار رو از یزدانی کدوکار نه، از فرمانی کدوسر باید آموخت. هنرش را بین که شکم خارد شکمش پر می شود و پشتش را خارد دیو جامه پیدا. هی به نصیحت گذاشتم. نصیحت هم نشانه پیری استخوانکم. انا بین بابای شیر از سحر تا بگاه نصیحت میکند زنشه. اون بیچاره وقتی غمی گور دارد دیگر به نصیحت چی کار دارد؟ اون پیرکی از بیکاری کدوکاری گفته همین طور می لقد از روی گپ. موی سفیدی من چومچه و کرسان می تراشید و به اهل ده یک یک می بخشید. غیر از کمپیری ژاله و درونش رو می خورد و موی سفید رو غیبت می کرد و تهمت که وقتی جنگلبان بودنش چنین می کرد و چنان. اصلا کمپیرک از پسرم نوبخت دامانگیر بود که پسرش را کشت. چطور زبانش گشت که این را گفت. دمداری وی از ازل ناپاک بود.
از ناپاکیش مرد. خیر به گذشته صلوات. من بدیل نگرفتم بدیشه. انا به جنازه می روم. موسفید زنده می بود وی هم می رفت. نوبخت شنود وی هم می آید. اوف، آن رسیدیم به گورستان. اما تو هی نالیدی استخوانه کم. بابای شعر برین. شادی نکن، حاضر نزد موسفید که می دم می گیریم و باز پای می زنیم. کجا بود قبری وی؟ در دنیا اینقدر چیزهای به هم مانند را مثل گروه های ما نیابی. انا خودش سلام ملا گیاه دراز کشیده خوابیده و دیگر پروای دنیا نداری. دیگر چوبکی میانت نمی سوزد. دیگر چی بود نامش؟ رادیکولیت و گریپ و منینگیت غمت نمی دهند. دیگر کسی تو رو غیبت و تهمت نمی کند. هیچ خبر داری که ژاله هم رحمتی شد. ساعت پس برداشته می آرند نزده. دنیا همین بود است. نه نیک می ماند و نه بد. نه خطا کردم تو را مردم هر دم یاد می کنند. دمدار را غیر از ژاله کسی یاد نمی کرد. هر چی هم نگویی مادر. گفتگی بر این نوبخت خاندار شد. وقت نشد که آمده به تو گویم. یک عروسی آور که تفو تفو چشم نرسد. فرشتمانا تو وی را می شناسی. نبیری کمپیری ناهید بابونه. خدا عمرش را دهد. خاک را به دست گیرد زهر می شود. دریغ که تو ندیدی. تو بسیار چیزها را ندیدی. کدامش می گویی؟ وقتی زیاد باشد که به تو قصه کنم، خوبش از حال خودم پرس که خواب ندارم. شبها 1-2 ساعت غنب می برد و بس. نشانه پیری باشد یا تو سرخواب بودی. غم نخور، می آیم یک روز نزد. کجا هم می رفتم نه آمده عاقبت همه می آیند اینجا. انا امروز ژاله همین طور پرحرفی کنم که به جنازه وی می رسم. خیر، از بازگشت چه قدری خواهی نزدت می شینم. وی گور این رادیکولیت شود من پیر می شوم و وی نه. اکنون چوبک میانی من هم می سوزد. ملا گیاه تو از من نرنج. من همین عصای سری قبرت می گیرم و می روم. آهسته آهسته. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. انجام گفتار 31. شاد و موفق باشید.